به نام یاد خدا. سلام و درود خدمت تمام کسانی که ما را بیننده هستند. امیدوار هستم که جور و صحت و سلامت باشید. خوش آمدید به یکی از دیگر ویدیوهای کانال یوتیوب با من. امیدوار هستم که تا پایان برنامه بیننده برنامه خودتان باشید و از داشته هایی که من امروز براتون تقدیم میکنم شما خوبان لذت ببرید. امروز آمدیم به یکی از زیباترین رستوران های شهر فیض آباد که در شهر نو موقعیت داره. فوق العاده یک رستورانتی که از تمام لحاظ با تمام معنا بیجوره است. حتما شما متوجه شدین امی بعض ناما انسان سرش بد نمیخوره، اما بعضی ناما سر آدم بد میخوره دیگه. مثل همون نامش هم نانشان هم مزه‌دار است. رستوران طاهر دیگه، امی طاهر سر آدم هیچ نامش بد نمیخوره. اگر رقم خوش آدم میایه امی طاهر چه رقمی که است نامش البته مثل همین نامش نانش هم است دیگه. میریم به داخل رستوران طاهر دیگه ببینیم که اینقدر مشهور، قدر شهرت از کجا پیدا کردن و دیگه چند سال از فعالیت و کاریشان میشه و خرید و فروش و همی فروشات غذاییشان چگونه است. مشتریایشان دیگه راضی هستن یا نیستن. امروز مشتریایشان هم صحبت میکنیم، گارسونا و مسئول امروز همگیشان صحبت میکنیم دیگه. آیسته ایسته ما را دنبال کنین. ما میرویم به داخل رستوران دیگه ببینیم اینجا چه خبر است. اینجا هم همون مرغای سی جی شان است که فوق العاده نام خدا مزه‌دار هم معلوم میشه. اینجا هم همون اوجه یک ذره پخته میشه زیاد نی، باز اینجا را جور میکنن. و اینجا هم چپس و همون مرغایی که از داخل چوب کشیدن و اینجا ماندن. و اینجا هم کوره کبابشان هست و کسی که کباب فرمایش بده و همون گوشت را که اخته کردن میارن استفاده میکنن. و هم گیر بارکشان. سلام علیکم. سلام علیکم. جون خوب هستین؟ جانتان جون بخیر سلامت؟ بخیر باشین. امروز کی صحبت میکنم؟ شما کی هستین؟ من داوودشاه. داوودشاه هستین؟ چیکار هستین در رستوران طاهر؟ مشتری هستین یا کدام مسئول؟ نه، من مرغ سی جی نمی گپا را مجبور میکنم. مرغ سی جی مربوط شما میشه. بیاین خیلی بریم پیش مرغ سی جی که درباره مرغ سی جی هم بعضی ها معلومات ندارن که چطور پخته میشه دیگه. مثل کباب اخته میشه نمیشه، درباره می بر ما بگوین چطور مرغ سی جی را شما پخته میکنید؟ میره از بیگه اخته میشه، با صبح دای چوب میزنیم دایجا پختش میکنیم یا آتش میشه تا 3 ساعت 4 ساعت آتش میشه دایجا پخته میشه. بعد از اون که ایجا پخته شد بعد جالی زده میشه، بعد سر کوره دیگه دوباره سرخ میشه. خب اساس اول دایجا پخته میشه. اول دایجا پختش میکنیم، پخته شد بعد جالی میزنیم، بعد سر کوره هم پختش میگیریم که بریانش میکنیم. اگر دمیجا پخته شو ببری بقا به مشتری بخره اوتر نمیشه؟ نه، بعد داخلش کمی خام میگونه. این به خاطر اینکه داخلش درست پخته شوه و سرخ شوه. باز اختش گفتین یک روز قبل از پخته شدنش میکنیم. دیگه از اخته میکنیم با صبح را پخته میکنیم. باز همین آتش را که شما میکنین گوشت پخته میکنه و چوب نمیسوزانه. چرا؟ نه خب نمیبانم که بسوزانه. اگر که نفری که نفهمه خب میسوزه، پیشش میسوزه. هم مرغ میسوزه، هم چوب میسوزه، هم کلیش. خواهی در پیشش من تا 3 ساعت 4 ساعت در پیشی هستم که چوب هم نسوزه و مرغ هم نسوزه دیگه. باز خوراک چند است؟ یک دانه که میفروشین؟ دانه 400 را بس 1400 گرم یک مرغ است، نه 400 پس سودا میکنه. گوشت مرغ فعلا فوق العاده قیمت هم است. باز چطور به شما چاره میشه؟ ما از قندز میطلبیم گوشت مرغ. در جای مرغایی که جا هست با ما کار نمیده، ما از قندز میطلبیم. بسیار تشکر. ما برام خیلی داخل. شما مسئول مرغ سی جی هستید. سلامت باشین. تشکر. اونجا هم کوره کبابشون هست. نمیفهم چی گپ شد. اینیا چی هستن لالا؟ اینا کباب است. کباب پخته شدگی آماده. ایره به کسی میبرین؟ به دفتر میبرین. اینجا همون کسایی که خواسته باشن پارسل میکنن برشان ارسال میکنن. اینجا هم کباب هست که چند خوراک برشان جور کرده و دمو در ورق ناسوس پیچانده و در پلاستیک میبره به مو کسی که فرمایش داده. و اینجا هم همو چپس خانه شان است دیگه. اینجا هم همو دیگشان و روغنشان که چپس پخته میکنن دیگه. براتون هم که گفتم اونجا چپسشان و اونجا هم مساله چپس همونطور است. چسب در مرغ هم یک ذره چسب میپرتیم دیگه. در مرغ هم که کس میبره از چسب بخشش میپرتیم که دیگه. مشتری هم که داخل میخره از چسب بخشش میپرتیم که بخره.
خب یعنی امروز مرغ سیجی شما چه چسبم میتیم ما از چسبم کایش میتیم. آها و این مرغ خامی است که تابال نه. این نمیره با جور میکنم این اخته میشه این سطل مرغ اخته میکنم با بساوا. خب دیدم میتونیم سطل ما. این سطل اخته میشه. خب لیمو سیر و این چیزا اخته میشه. مواد اخته کردن از یک کباب یکیست یعنی فرق میکنه. نه فرق میکنه از فرق میکنه. این چطور فرق میکنه؟ زیاد میندازین مواد چه نه کمتر است؟ کباب که است آب پیاز سیر گپا میپرتیم. دیگه دای مرغ که است آب پیاز نمیپرتیم. فرقشان فقط همین آب پیاز انداختن. داو سیر میند دا کباب سیر هم میپرتیم دایرم سیر میندازیم با یک دو مساله دیگه زیادتر داره از کباب کرده. لیمو در کباب میندازین؟ نه دای لیمو هم اضافه میکنین؟ لیمو هم اضافه میکنیم. آنمو که مزه داره. دیگه ماست هم میپرتیم در مرغ. ماست هم در وقت اخته کردنش ماست هم میندازین؟ 1 کیلو ماست هم میپرتیم که آتش میکنیم. آبم داره داخلش میشه؟ میپرتیم یک دچک آبی گرم میپرتیم. آب به خاطر که نرم نگاش کنه؟ که هم مواد اخته که جور میشه با مرغ میپرتیم با مواد اخته دیگه و تا صبح اخته میشه دیگه برابر میشه نرم میکنه خود وجود پختش کنیم خب نرم میشه. بسیار تشکر. من برام داخل بیاین از دانه بیننده زمستان هم در راست و ایرم پرده گرفته به خاطر که مثلا خانگی داخل نره و گرمی بیرون نبیایه. بیاین باشم یه همکار ما بیایه که رایش عواز کنم. یه هم گیره باره که داخل رستورانتشان است که نام خدا نمیفهم از فعالیت از اونا چقدر وقت شده اما فوق العاده نام خدا گیره بارشان زیاد است. فکر کنم مسئولشان اینجا باشه و او هم میز دریافت کنندشان کسایی که مثلا نانشان هم میخرن و پیسش به اونا پرداخت میکنه دیگه. اوشتگک است اوجا من نمیفهم صاحبش کجاست دیگه. مسئول شما هستین. سلام خوب هستین جانتان جو بخیر سلامت خیرتیست. با این قدر مشتری چطور رسیدگی میکنین؟ شکل فضل خدا کارگرای ما را زیاد است دیگه کارفرما هستن دیگه میشه گزارا میکنیم. کدام وقت شده مشتریتان عصبانی شده باشه براش نان نرسیده باشه یا کدام گارسونتان امرش کدام گپ زشت گفته باشه نشده؟ نه خیر هیچ نشده. هیچ وقت نشده نمیشه. چند گارسون دارین در مجموع؟ ما مجموع 13 گارسون داریم. 13 گارسون داریم و من فکر میکنم 13 گارسون با این قدر نام خدا مشتری هم که از شما میاد کم است. نه کم نیست ان شاء الله. گارسونایی که هست هرکدومش 5 سال 6 سال کار کرده است. همگی تجربه داره. و باز اینا پیش شما می باشه. از اونجا برنج میارن و شما قرمش اضافه میکنین برشون روان میکنین. بله چی دارین کدام غذاها را دارین شما در رستوران؟ قابلی داریم، دوشی داریم، کباب داریم، کرایی داریم. دیگه این چیزا هست. مرغ سیجی داریم. مرغ سیجی را خود اول دیدیم نام خدا فوق العاده طرز تهیه‌اش هم ما خوب گفتن دیگه. خوب نام خدا امیدوارم که فروشاتون هم خوبش باشه. بازی خوراک قابلی شما با دیگر رستوران‌ها فرق میکنه یا نه؟ نه فرق نمیکنه. ما اکثر 50 سودا میگیم نه خب دیگه چند سودا میگیم. دیگر رستوران‌ها فقط یک نامشون اسپیشال میگذارن باز 180 میشه. نمیفهم شما ممتو میکنین یا نه؟ ای ما اسپیشال کلی شکیسه. تمامش اکثر اینجا. باز اونا یگان چیز دیگه اضافه میکنن مثلا سوپ میمونن یا آچار میمونن باز 180 صاف میکنن. ما سوپ هم میمونیم دیگه سبزی هم داریم و دیگه هم کلی اکثر 50 است. نام خدا خواه شاید امی کارتان باعث پیشرفتتان و باعث زیاد شدن مشتریایتان شده. باز پاکی و نظافتتان نام خدا خوب است فوق العاده است دیگه. مشتری که وقتی که بار اولش میاد از هر نگاه چک میکنه که چطور از نگاه رفتار از نگاه اخلاق پاکی نظافت دیگه مزه‌دار بودن غذا را من فکر کنم اکثریت‌ها شاید داخل چک کنن دیگه. رفتار رستوران والا را میبینه و پاکی و نظافت که نام خدا شما خوب پاک است. بازی لوبیاست ایرم تمام اینایی که جسته شما خودتان میکنین. بازی چقدر وقت پخته میشه و مواد لازم از لوبیا چیست؟ لوبیا صد چیز می‌پرتیم. این را اول بخار میتیم. این جدا بخار میتیم. این را با صاف میکنیم. این را لیواب جدا میکنیم. لیواب جدا که ایسرش می‌پرتیم روغن و ترشک چیزاست. باز زیرش چلام میکنم و سس خودش تیار میشه. یک رقم لوبیا تلخه داره. تلخ هستنه باز اول جوش جداگانه میدن آبش تبدیل میکنه. اون چلام صاف میکنه با روش یک ذره آب دیگه میپرتای با تلخیش گم میشه. این هم شما مونتو میکنید. بله. باز این قرمه زردک شلغم است. نخت
خلش یک جاست. خلش یک جاست. بله. چقدر مزه به فصل سرما و دیگر قرمه زردک شلغم هم به صحت خوب است هم مزه دار می باشه. و بازی هم قرمه است. داشیست داشیست. بله. مواد لازم از این چیز گوشت را که از استفاده میکنین گوشت کدام حیوان است؟ گوشت بز است. گوشت بز؟ بله. گوشت بز فایده هم می‌داره که برای کسایی که فشار دارن، کسایی که فشار داره، کسایی که شکر داره، اینا فایده میکنه. به خاطر که نقص نورانی این سبزی هم داره، این چیزا سبزی پالک دیگه. به خدا هر چیز مزه‌داری خود چه داره، باز همین پالک در برنج بسیار زیاد مزه‌دار است. حتما خشمام خودتون تجربه کردید. این بر علاوه که آسان پخته میشه هم همونقدر فایده زیاد داره. دیگه بسیار زیاد مزه‌دار است. دوستا اگه میتونن ببینن دیگه ای همو بانجان هم در اضافه میکنیم. بانجان رومی داره، پیاز داره دیگه، بعضی مساله هست. مساله رو میذاره جور میشه. یعنی پالک چه رقمی است؟ یعنی قدرش خگک میشه نه جمع میشه. نه جوش میده کم میشه. کم میشه. یعنی شاید چقدر زیاد باشه نه خگک میشه. ولی دو سیر بود. دو سیر بود کم شده. این سوپ است. سوپ است ولی. این سوپ چقدر وقت در بر میگیره پخته شدن از سوپ؟ 20 دقیقه در بر میگیره. 20 دقیقه در بر میگیره. با سوپ چی است؟ سوپ ترکاری است ولی. خب باز دیگه که در خالیش از دایی چی میگوشه؟ این لوبیا است. لوبیایی که او کم کردیم. خب و او هم قابلی که از اوجا میرسه. من میتونم داخل رفته ببینم که داخل چطور است. میتونیم که بیاین کار بکرم دیگه. انسان به قلب بودن نمیتونه. رستوران به آشپز. حال شما قلب رستوران است. نفهمین. سلام. سلام. خوب هستید؟ بخیر ستان خوب است. بخیر هستید؟ بخیر سلامت باشید. زنده باشید. میتونین اوج استاد شوین که دروازه را باز کرد براتون. حالا بعد نخره سرشان. مشکلی نداره. قابلی من زیاد امروز شما گپ نمیزنم، چون شاید زیاد مشتری ها منتظرش نان شما باشه. فقط درباره نانتان برام بگین که کدام برنج است، چقدر وقت در بر میگیره پخته شدنش. برنج سیله است دیگه. امروز گوشت است، روغن زغیر یک 3 ساعت در بر میگیره از اول تا آخر. از چند بجه شروع میکنیم؟ از 6 بجه شروع میکنیم تا 11 بجه. خب از 6 بجه تا 10 بجه دیگه شروع میشه خریدنش. خب بعضی آشپزا کس دیگر امروز خودشان نمیمانه، میگه من خودم باشم زیر دست خودم تمام مواد سپری شود و پیش شود. شما ماموتو میکنی یعنی یگان کس امروزتون کمک میکنه؟ خب هر کس از خود وظیفه داره. یکی در اوج وظیفه داره. وظیفه ما هم آشپزی است که یعنی تقریبا 30 سال شده که امروز هم خلیفه طاهر کار میکنیم. وظیفه ما آشپزی است. خب من شما را دیدم فکر کردم شما خلیفه طاهر هستین. نه کجا از خلیفه طاهر؟ کجای کار داشته رفته است. ماشیم که کجا رفته. خب من پیشتر رو دیدم گفتم شاید بچه‌شان باشه. بله او بچه‌شان است. بله بچه‌ش یک خرترک سر داخل بود. ماشیم که هست نیست. سر پیسه و داخل بچه خودش. بله بچه خودش هست. باز برنجتان گفتین برنج سیله. روغن زغیر از زمستان استفاده میکنه تا تابستان فرق میکنه. تابستان روغن زغیر استفاده میکنه. باز مشتری راضی میباشن؟ مشتری ها از روغن زغیر خوش هستند. روغن زغیر هم فایده داره و هم فکر کنم ارزان تمام میشه. هم فایده داره و هم دیگه تولید وطن است. خوب است. خوب است. روغن زغیر معمولا اول سرخ میشه. شما را سرخ میکنین یعنی شما سرخ کردگی میخرین؟ روغن سرخ میکنیم. وقتی که سرخ شد چیزش میکنیم. نمکو میزنیم، بعد از او پیاز میندازیم میشه برابر. خب در چک کردنش من میخواستم میره پرساند کنم. در چک کردنش نمکو میندازین. یگان تا چلپک پخته میکنن. چلپک میگین شما. من خمیر که اوار میکنن میندازن. یگان کس میکنه ما نمیکنیم. ما نمکو میزنیم، بعد از او پیاز میزنیم دیگه. با گوشت میندازیم. همین تو رای درت کار کردن دیگه. امی خودم هم تجربه کردیم. نمک هم پیاز ما تجربه کردیم. پیاز که میندازی زود پخته میشه دیگه. باز اما پخته شدنش به معنای شیرین شدن روغن میباشه. بله هم رقم است. خب گوشت که استفاده میکنین در برنجتون گوشت کدام حیوان است؟ گوشت گوساله است، گوشت گوسفند است، بز است. این سه گوشت کار میکنیم. هر غذاتون در هر غذا میستی نوع گوشت میباشه یعنی در یک دیگ سه گوشت میکنیم؟ همین در هر غذامون کرای ما گوشت مال است، گوشت بره است، بز است. دیگه گوشت پلو چیز است، گوسفند است، گوساله است، یکم وقت بز است.
همین سه حیوان است. خاصه حیوان در رستوران شما سراسری میشه در هر غذا. مرغ هم است که علایق از مرغ ده اونجا. مرغ بیخی دیگه بخش از جداست. سلامت باشین شما خیلی به کارتان برسین. سلامت باشین. در یک جمعه گفته بودم آشپزا باید چاق باشن که شما نام خدا چاق هم هستین. بله ها. یک ذره متوجه باشین. توکل بر خدا دیگه. توکل بر خدا. خب بشینین چای بخورین نان بخورین. مهمون چای خوردن آمدیم تشویش نکنین چایتون نمیخورین. از امروی آشپزم صحبت کردیم از آشپزخانهشون هم دیدار داشتیم از زان بیننده دیگه ناگفته نمانه که قابلی پلو از اینا شهرت فوق العاده داره دیگه همو خلال زردک و کشمش اینا هم که داره فوق العاده نام خدا مزه دارش میکنه و این هم یک منوی با تمام معنا آماده است دیگه. آماده است. دیگه ایره با کی میبرین؟ ایره با مشتری میبریم. خب شما هم گارسون هستین؟ بله. خب سلامت باشین برین من مزاحمتتان نکنم و این هم پالک است دوستات من شما متوجه شدین سبزی و اینجا هم اگر دوستم بتونه براتون نشان بده تمام ترکاریایی که در کنار قابلی پلو می باشه باز او را از اینمیجا میگیرن و در پتنوس میمانن و مشتری میبره و اینجا هم دستشویشان اوجا هم میوه که میشه یگان کس میوه فرمایش بده که بر ما میوه بیاریم در غیر از اون من فکر نکنم که میوه داشته باشن دیگه اما بازم اوجا آماده دارن با یگان مهمان اسپیشال و گفته یگان تا دیگه دارن و اینجا هم بخاریشان زمستان هم که آیسته میایه معمولا بخاری میمانن و این رستوران طاهر هم از همون جمله رستوران های دو منزله می باشه که هم در منزل پایان مشتریاشان می باشه و هم در منزل بالا و اینجا هم همون سالن پایانیشان است که برای مردا می باشه من فکر کنم بالا هم به مرداست و بخش زنانشان جداست دیگه اینجا هم همون فرهنگ افغانی در سر چارزانون ششته و نان خوردن که فوق العاده مزه‌دار می باشه دیگه من امروز همین جناب یک چند دقیقه صحبت بکردم که در پایم آجی صاحب سلام علیکم خوب هستین؟ علیکم سلام چیکار دارین؟ خیلیتون خوب است؟ بخیر باشین سلامت باشین چطور بود مزه نان؟ مزه نان برابر بود که ما نان بندیده کنیم هر وقت میایین یعنی تصادف برابر شد که امروز آمدین؟ امروز تصادف برابر شد آمدیم سیم. خب مشتری اول کی است مزه هر رستوران مزهش نمیته شما چطور بود رستوران طاهر مزه نان؟ برابر نان با خوب بود. قیمتش چطور است؟ از قیمتش راضی هستین؟ آره راضیم که ما کم می‌کنیم. در سر پلو و چرب یک گلاس چای سبز و سیاه چقدر مزه بده؟ بسیار برابر بود که ما هیچ مشکلی نداریم. علی تلفش می‌بریم. سلامت باشین. قابلی خوردین؟ قابلی خوردیم بله. امی هر جا مردم معمولا قابلی میخره. قابلی چی داره؟ چرا یگان چیز دیگه نمیخرن؟ یا ارزان است؟ خب قابلی شاید گوشت گوسفند باشه اگر نفر ضعیف زیادتر داده می‌کنه گوشت گوسفند استعمال می‌کنه. سلامت باشین. خیلی من مزاحمت نمیکنم شما چای خورده هستین و منزل بالا به استثنای سالن هایی که داره مشتریایشان می باشه دیگه با کسایی که شب باشن میآین از یگان ولایت ولسوالی دیگه منزل بالایشان به همو آدما دیگه کاملا آماده است دیگه ما هم یگان جای میشینیم و نانشان هم میچشیم ببینیم که مزه نانشان چگونه است دیگه باز انشالله در ادامه براتون میگیم بیننده ما باشین. بسیار تشکر که تا فعلا بیننده ما هستین امیدوار هستم خسته نشده باشید دیگه رستوران طاهر که اولا براتون گفتم ما آمده بودیم بسیار نامخواه فوق العاده پذیرایی خوب دیگه فعلا هم بر ما نان ما رو بردن و این هم پالک اول پالک میشه با وقتش که کنن سبزی میشه و سوپ هم هست و قرمه زردک نان خشک ترکاریشان که از هر لحاظ نامخدا تکمیل است و منظم فوق العاده مزه‌دار دیگه سوپ هم پیش از غذا میارن باش من یک بار ببینم بچه‌شم که چی مزه داره سوپشان فوق العاده مزه‌دار دیگه بسیار زیاد مزه‌دار و لذیذ دیگه باش من برنجشان یک بار بچشم باز براتون میگم مزه‌ش بسیار زیاد مزه‌دار برنجشان هم مزه‌دار و یعنی سوپشان هم فوق العاده مزه‌دار دیگه یک لقمه زینی چیزشان هم میگیریم ببینیم که مزه سبزیشان چطور است
همه چیز مزه‌دار، همه چیز قوی. دیگه بسیار زیاد تشکر که تا فعلا بیننده ما بودین. لایک و سابسکرایب کنید یادتون نره. تا برنامه بعد دیدار بعد همتون بالای منان میسپارم. شب و روز خوش داشته باشید. خداوند یار و نگهدارتان. خداحافظ.